درود و ارادت خدمت همه شما بزرگواران. عطا هستم و با یک درس و ویدیو دیگه در کانال زبانتو در خدمت شما هستیم. در این ویدیو و این درس میخوایم در رابطه با اعضای خانواده در زبان انگلیسی صحبت کنیم و مهمترین لغات مربوط به این موضوع رو با همدیگه یاد بگیریم. خب اولین واژه‌ای که میخوایم یادش بگیریم هست پدر بزرگ که به انگلیسی میشه grandfather. grandfather father که همون پدر میشه، grand یعنی بزرگ، grandfather میشه پدر بزرگ. واژه بعدی هست مادر بزرگ که میشه grandmother. grandmother با من تکرار کنید grandmother. واژه بعدی پدر هست که میشه father یا تو زبان عامیانه خودمانی dad هم میگن dad. واژه بعدی مادر هست که همون میشه mother یا به صورت عامیانه مام هم میگن مام. واژه آنکل هست که هم معنی عمو میده هم معنی دایی میده. حالا چرا این عکس رو انتخاب کردم خودم هم نمیدونم. آنکل با من تکرار کنید آنکل. واژه بعدی آنت یا انت هست که امریکنا انت تلفظش میکنن، هم به معنای خاله هست هم به معنای عمه. پس انت با من تکرار کنید انت. واژه بعدی برادر هست به معنای اون برادر. به صورت عامیانه برو هم میگن، همون داداچ یا داداش خودمون میشه، عامیانش هست برادر، برو یا برادر. واژه بعدی سیستر هست که میشه خواهر. با من تکرار کنید سیستر. واژه بعدی کازین هست که هم به معنای پسرعمه و دخترعمه، هم به معنای پسردایی و دختردایی، هم به معنای پسر خاله و دختر خاله و هم به معنای پسرعمه و دخترعمه معنی میده. همه اینا رو کازین معنی میده. کازین با من تکرار کنید کازین. واژه بعدی هست سیستر این لا. هر موقعی که این لا میاد یعنی مربوط میشه به خانواده طرف مقابل. فرض کنید شما ازدواج کردید، یه خانواده پسر هست، یه خانواده مثلا دختر هست. این لا رو که میاره یعنی به خانواده طرف مقابل داری اشاره میکنی. سیستر این لا هم به معنای خواهر زن میشه اگه شما یه آقا باشید، هم به معنای خواهر شوهر میشه اگه شما یه خانم باشید، هم به معنای زن برادر میشه. پس همین اینا رو معنی میده. sister in law با من تکرار کنید sister in law. حالا فرض کنید بچه دار شدید و بچه‌تون پسره، به پسر میگن son. با من تکرار کنید son. حالا اگه بچه‌تون دختر باشه چی؟ بهش میگید daughter. اون جی چون نمیخونید. با من تکرار کنید daughter. واژه بعدی میشه son in law. ببینید دوباره این لا داره، یعنی چیزی که به سبب ازدواج ایجاد شده. انگار اون طرف سان واقعی شما نیست، پسر واقعی شما نیست، میشه دامادتون. یعنی انگار پسرتونه ولی بر اساس ازدواج یه جوری انگار پسرتون شده، مثل پسرتون شده. اینجوری یادش بگیرید. son in law یعنی داماد. son in law. واژه بعدی نوه هست. نوه به انگلیسی اگر نوهتون پسر باشه میشه grandson. با من تکرار کنید grandson. حالا اگه نوه‌تون دختر باشه میشه granddaughter. با من تکرار کنید granddaughter. خب حالا فرض کنید برادر یا خواهرتون بچه دار شده. اگه این بچه جنسش مؤنث باشه میشه نیس، یعنی خواهرزاده یا برادرزاده که جنسش مؤنثه بهش میگن نیس. با من تکرار کنید نیس. حالا همین برادرزاده یا خواهرزاده‌تون اگر جنسش مذکر باشه بهش میگن nephew. با من تکرار کنید nephew. حالا کلاً به جنسیت مذکر یا نر در انگلیسی میگن male. با من تکرار کنید male. حالا به جنسیت مؤنث یا همون ماده میگن female. با من تکرار کنید female. زمانی که ازدواج میکنید یک خانم هست و یه آقا دیگه، درسته؟ به خانم یا همون زن یا همون عیال خودمون میگن wife. با من تکرار کنید wife. حالا تو همون ازدواج به آقا یا شوهر میگن husband. با من تکرار کنید husband. خب حالا اگه تنها باشید یعنی ازدواج نکرده باشید، مجرد باشید، بهتون میگن single. با من تکرار کنید
single. حالا اگر ازدواج کرده باشید و متأهل باشید بهتون میگن married. شما یعنی متأهل هستید. married. با من تکرار کنید. married. حالا اگر از هم جدا شده باشید، طلاق گرفته باشید، مطلقه باشید، میشید divorced. با من تکرار کنید. divorced. divorced. واژه بعدی نامادری هست که میشه step mother. اول این لغات ها اگه استپ بذارید پدر، خواهر، برادر به معنی نام میشن، همون ناپدری، نامادری، برادری، ناخواهری، یه چنین واژه هایی میشن. مثلا step father میشه ناپدری، پس حواستون باشه step mother میشه نامادری. واژه بعدی هست parent به معنای والدین، حالا یا پدر یا مادر. parent. با من تکرار کنید. parent. واژه بعدی هست masculine به معنای مردانه هست. مثلا میخوای بگی فلان چیز مردونه است، مثلا دست یارو چه مردونه است، میشه masculine. با من تکرار کنید. masculine. حالا برعکس اون مردونه، مثلا میخوای بگی چیزی خیلی زنونه است، چیزی زنانه است، میگی feminine. feminine. با من تکرار کن. feminine. واژه بعدی هست child به معنای کودک، بچه، طفل. child که جمعش هم میشه children به معنای بچه ها. child. children. واژه بعدی هست relative به معنای فامیل یا خیشان. relative. با من تکرار کنید. relative. واژه بعدی هست siblings به معنای خواهر و برادر. siblings. با من تکرار کنید. siblings. واژه بعدی هست widow به معنای بیوه. widow. با من تکرار کنید. widow. واژه بعدی هست half brother یا half sister به معنای برادر ناتنی یا خواهر ناتنی. half به تنهایی به معنای نیمه هست، نصفه. پس half brother، half sister. واژه بعدی هست foster family. foster family اون خانواده‌ایه که یک بچه‌ای رو گرفتن و بزرگ کردن، خانواده اصلی اون طرف نیستن. اصطلاحاً بهش میگن خانواده رضایی. پس foster family. با من تکرار کنید. foster family. حالا به سرپرستی گرفتن چی میشه؟ میشه adopt. حالا این سرپرستی میتونه سرپرستی یک حیوان باشه یا یک بچه انسان باشه، فرق نمیکنه. adopt به معنی سرپرستی گرفتن. با من تکرار کنید. adopt. واژه بعدی هست engage به معنی نامزد کردن. engage. با من تکرار کن. engage. واژه بعدی هست twin به معنی دوقلو. twin. با من تکرار کن. twin. واژه بعدی separate هست به معنی جدا شدن یا جدا کردن. separate. با من تکرار کنید. separate. واژه بعدی groom هست به معنی داماد. groom. groom. واژه بعدی عروس هست که میشه bride. bride. با من تکرار کنید. bride. آخرین واژه‌ای که میخوام بهتون یاد بدم هست orphan به معنای یتیم. orphan. با من تکرار کنید. orphan. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و اونو یاد گرفته باشید. اگر همینطوره این ویدیو رو لایک بکنید، تمرین یادتون نره، ما رو حتما سابسکرایب کنید و تا ویدیو آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدار.